5 راز موفقیت اندروتید که تا به الان فاش نشده رو میخوام رازش رو براتون فاش کنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا این موارد جذاب و این رازهای شگفت انگیز رو خدمتتون بگم. ذهن قوی و مستحکم. اندروتید بر اهمیت پرورش ذهن تاکید زیادی داره. اون افراد رو تشویق به داشتن یک ذهنیت مثبت و افزایش قدرت تصمیم گیری میکنه تا بتونن موانع رو پشت سر بگذارن و تمام تمرکز خودشون رو بر روی اهدافشون حفظ کنن. اون معتقد هست یک ذهن قدرتمند به انسان کمک میکنه تا با چالش ها و سختی ها مقابله کنه و به موفقیت برسه. توسعه فردی مداوم. اندروتید بر اهمیت یادگیری مداوم، کسب مهارت‌های جدید و گسترش دایره دانش و معلومات خودش بسیار جدیه. به نظر اون سرمایه گذاری برای خود از همه سرمایه گذاری ها مهمتره و میتونیم از طریق مطالعه کردن، شرکت در سمینارها به رشد شخصی و حرفه‌ای قابل توجهی دست پیدا کنیم. اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. ریسک پذیری بالا. اندروتید به پذیرفتن ریسک بالا به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت اعتقاد داره. اون افراد رو تشویق میکنه تا از ناحیه امن خودشون خارج بشن، فرصت ها رو پیدا بکنن و به چالش ها پاسخ بدن. طبق نظر اون ریسک هایی که همراه با برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل دقیق باشن میتونن پاداش های قابل توجهی رو به همراه داشته باشن و درهای جدیدی رو به سوی پیشرفت‌های بیشتر به روی انسان باز کنن. انضباط در زندگی. اون میگه باید هدف بسیار شفاف و واضح باشه. برای رسیدن به اهداف باید یک روال سازمانی یافته و پایبندی به اقدامات منظم روزانه که با هدفها همخوانی داشته باشن برنامه‌ریزی بشه. باید بزرگ فکر کرد و هدف بزرگ رو به اقدامات کوچیک و قابل اندازه‌گیری تبدیل کرد تا بدون ناامید شدن در مدت زمان در نظر گرفته شده به پیشرفت قابل توجه و هدف اصلی رسید. شبکه سازی. ساختن شبکه‌ها و داشتن ارتباطات قوی با افراد با انگیزه یکی از شاخص‌ترین مورد در موفقیت اندروتید هست. رفت آمد داشتن با افراد موفق و خلاق و راهنما باشن میتونند فرصت‌های جدیدی رو برای رسیدن به موفقیت ایجاد کنند. اینها مهمترین رازهای موفقیت اندروتید بودند. از اونجایی که افراد مختلف هر کدام رویکردهای منحصر به فرد خودشون رو در دستیابی به موفقیت دارند، بنابراین پی بردن به استعدادهای خود عامل اصلی تعیین کننده مسیر موفقیت در زندگی هر فرد هستش و در این راه بهتر هست از تجربه افراد موفقی مثل اندروتید که این مسیر رو با موفقیت طی کرده استفاده کنید. شما در زندگیتون از چه روشی برای رسیدن به موفقیت استفاده می‌کنید؟ نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت برامون بنویسین. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه در زندگی همه تلاش میکنن اما کسانی موفق میشن که عاقلانه میکوشن.